اواسط دهه 1990 و اوایل دهه 2000 جنایت‌هایی تو ایالت‌های جورجیا، اوکلاهاما، آلاباما و حتی میزوری اتفاق افتاد که تو اونها مهاجم بدون هیچ دلیل خاصی به قربانی‌ها با چاقو حمله می‌کرد و بعد از کشتن اونها یا جسد اونها رو می‌سوزوند و یا بدون کار خاصی صحنه رو ترک می‌کرد. امروز قراره تو این ویدیو تابلوی شواهد مربوط به این جانی رو با هم دیگه پر کنیم. خب قبل از هر چیزی تابلو رو پر میکنیم و بعد هم میریم در انتهای ویدیو سراغ اثر انگشت و اینکه چیه و چطور میشه ازش استفاده کرد و چه ربطی به این پرونده داره. بهتره با جنایت اول شروع کنیم. تو شب هالووین سال 2002 تینا میبری 38 ساله از رستوران گیبسنز تو داگلاسویل ایالت جورجیا بیرون میره و چند لحظه بعد در حالی که داشت لنگ میزد و از ضربات چاقو خونریزی میکرد دوباره داخل رستوران برمیگرده. علیرغم تلاش مهمونای رستوران و همینطور امدادگرا، تینا تو مدت کوتاهی تو یکی از بیمارستانهای آتلانتا جون خودش رو از دست میده. متاسفانه نه سرنخی وجود داشت و نه مظنونی و کسی نمیدونست که انگیزه قاتل از انجام این کار چی بود. قربانی بعدی ما آمندا گرینول 16 ساله است که تو مارس 2003 غیبش میزنه و جسد تجزیه شدهش رو یک ماه بعد پیدا میکنن. بازم نه سرنخی وجود داشت و نه مظنونی و کسی هم نمیتونست توضیحی برای انگیزه قاتل داشته باشه. جیمز آلن فاکس و همینطور جک لوین تو کتابشون ادعا میکنن که یکی از جنبه‌های جالب قاتلای سریالی ماهیت انگیزه اونهاست. درسته که ما در مورد انگیزه قاتل تو این دوتا جنایت چیزی نمیدونیم، ولی قاتلی که فوراً قربانیاشو میکشه از خود عمل قتل لذت میبره و این کار براش رضایت بخشه و اونو نه برای پول و نه ارضای جنسی انجام نمیده. به هر حال تو تاریخ 15 آوریل سال 2004 آرایشگری به اسم پاتریس اندرس تو آرایشگاه خودش حاضر میشه. پاتریس یه زن بشاش بود که با مشتریاش رفتار خوبی داشت و همینطور یه زن مطلقه با یه پسر 16 ساله بود که به تازگی با راب اندرس ازدواج کرده بود. پاتریس اون روز یه یادداشت گذاشته بود تو ماشین همسرش با این عنوان که روزای خوب تو راهن. اون برای نوبت ظهر، یعنی برای بعد از ظهر، به یکی از مشتریاش نوبت داده بود، ولی وقتی که این مشتری به آرایشگاه میرسه با یه وضعیت مشکوک روبرو میشه. آرایشگاه خالی بوده و در ورودی باز بوده. کلیدای پاتریس روی میز و ناهارش تو مایکروویو بود. ماشینش هم با یه زاویه عجیبی روبروی آرایشگاه پارک بوده و خب ظاهراً پاتریس اندرسی که یه گذشته سخت رو پشت سر گذاشته بود بدون هیچ ردی گم شده بود. پلیسا با بررسی صحنه اولین حدسشون این بود که پاتریس به اختیار خودش گم شده و کسی اونو ندزدیده، ولی وقتی به گذشته پاتریس نگاه میکنیم متوجه میشیم که این موضوع امکانش بسیار پایینه که پاتریس بخواد خودش ناپدید بشه. در واقع پاتریس بعد از اینکه مواد رو ترک کرده بود حرفه آرایشگری رو در پیش گرفت و با راب اندرس ازدواج کرد و اونا قرار بود تو فلوریدا یه خونه بخرن که متاسفانه این اتفاق هیچ وقت نیفتاد. راب نمیتونست باور کنه که همسرش به خواسته خودش گم شده و برای همین پوسترایی از تصویر زنش رو توی سطح شهر پخش کرد و با این کارش باعث شد که بیشتر از 700 تا سرنخ گیر پلیسا بیاد. ولی خب علیرغم تلاشای راب اندرس پلیسا نتونستن ردی از پاتریس اندرس پیدا کنن و جستجوهای هوایی و زمینی بی نتیجه موند و با فرارسیدن کریسمس اون سال پوسترای پاتریس اندرس رو از سطح شهر جمع کردن. مهمترین سرنخی که به دست اومد اظهارات یه شاهد بود که میگفت تو روز حادثه پاتریس رو داخل یه ون باری سفید با یه مرد دیگه روبروی آرایشگاهش دیده. به هر حال راب اندرس نمیدونست که قتل، در واقع گم شدن همسرش، جزو آخرین جنایت‌ها تو صف جنایت‌هایی که از یک دهه قبل شروع شدن. به هر حال تو تاریخ 28 ژوئن سال 2004 جسد تجزیه شده زنی رو تو نزدیکی شهر رایت ایالت میزوری پیدا کردن. بازم شاهدایی وجود داشتن که میگفتن قبلا یه ون باری سفید رو تو محلی که جسد پیدا شد دیده بودن. 18 سال 2004 هم جسد لیزا نیکولز 45 ساله رو که یه زن مطلقه بود با 2 تا دختر، اعضای خانواده‌اش تو حموم خونه خودش تو شهر ترنلویل ایالت آلاباما پیدا کردن. ظاهراً به لیزا تجاوز شده بود و 3 تا گلوله بهش شلیک کرده بودن و بعد هم برای از بین بردن شواهد
جسدش رو سوزونده بودن. بعد از پیدا شدن جسد لیزا نیکولز، جامعه سعی کرد که به حل پروندهش کمک کنه. همسایه‌اش میگفتن که تو روز حادثه ظاهراً یه ماشین جلوی در خونش پارک بوده که با دادن شماره پلاک ماشین مأمورا متوجه شدن که ماشین متعلق به مردی ملقب به اوکلاهاماست. پلیسا اوکلاهاما رو پیدا کردن و در واقع کسی که اوکلاهاما رو به عنوان کارگر استخدام میکرد رو پیدا کردن و طرف اسم خودش رو جان پاول چپمن داد. پلیسا با گرفتن شماره تلفن اوکلاهاما و همینطور تاریخ تولدش خواستن که در موردش اطلاعات جمع کنن. اونا 4 روز بعد به اوکلاهاما زنگ زدن و اوکلاهاما تلفن رو برمیداره. پلیسا اوکلاهاما رو به حرف میگیرن تا مأمورا محل اختفاش رو ردیابی کنن. حدوداً 20 دقیقه بعد تو خونه‌ای نه چندان دور از خونه لیزا نیکولز مأمورا اوکلاهاما رو پیدا کردن. در واقع اوکلاهاما همون جان پاول چپمن بود که میخواست با دادن اطلاعات غلط پلیسا رو به دردسر بندازه و خب خودش رو از این اتهام تبرئه کنه. به هر حال پلیسا جان پاول چپمن رو گرفتن و خواستن که اثر انگشتش رو با استفاده از پایگاه داده FBI بررسی کنن و ببینن آیا قبلا سابقه داشته یا نه. پلیسا از دستگیر شدن جان خوشحال بودن، ولی همه چی رو در مورد این مرد نمیدونستن تا اینکه متوجه شدن جان پاول چپمن همون جرمی براین جونزه که از سال 2000 از اوکلاهاما فراریه و یه مجرم سابقه داره. خب ببینیم این جان پاول چپمن یا همون جرمی براین جونزی که از سال 2000 از اوکلاهاما فراریه دقیقاً کیه و چه سابقه ای داره. جرمی براین جونز بزرگ شده میامی اوکلاهاماست. مادرش گل فروش و پدرش سرپرست فروشگاه چوب بود. اون تو دبیرستان دردسر زیاد درست کرد و ناچار شد برای مشکلات انضباطی مدرسه‌ش رو تو میامی عوض کنه و در نهایت ترک تحصیل کرد. اولین برخورد جرمی با قانون برمیگرده به 16 سالگیش تو ژانویه 1990. ظاهراً جرمی رو به خاطر تعرض به یه پسر گرفته بودن و وقتی مادرش برای دفاع از جرمی میره، جرمی به مادرش هم حمله میکنه. یکی از همکلاسی‌های جرمی تو دوران دبیرستان جاستین جاد بود که همسرش رو تو می 1992 تو خونه خودش با چاقو کشته بودن و تصویر همسرش رو اینجا میبینید که گفته میشه جرمی براین جونز مقصر، در واقع مسبب مرگ این خانوم بوده، ولی چون جایی به این موضوع اشاره نشده من این دوتا رو به هم دیگه ارتباط ندادم. به هر حال جاستین و جرمی همسایه بودن و در مورد جرمی میگه که اون یه همسایه دردسرساز بود که مدام صدای داد زدن خودش و دوست دخترش میومد و هر بارم که پلیس در خونه‌اش سبز میشد با یه دلایل مزخرف اونا رو دست به سر میکرد. البته اولین اتهام تجاوز جرمی تو 5 نوامبر 1995 مطرح میشه و اون برای بار دوم به همین اتهام و به همراه داشتن مخدر تو 10 ژانویه 1996 متهم شد. فردای این طرح اتهام اون لوله یه هفتیر رو میذاره رو واژن یه خانوم و اونو تهدید به شلیک میکنه. برای یه مدت اونو به یه مرکز اصلاحی تو اوکلاهاما فرستادن و جرمی اونجا ادعا کرد نسبت به کارهای گذشته‌اش که به خاطر مصرف مواد بودن پشیمونه. 3 مارس 1997 جرمی به 3 اتهام سوء استفاده جنسی اعتراف میکنه و به 5 سال حبس مشروط محکوم میشه. 2 دوست دختری که جرمی بهشون تجاوز کرده بود از شهادت دادن میترسیدن. جلسات مشاوره‌ای جرمی خوب پیش نرفتن و دادگاه اونو از این جلسات منع کرد. جرمی 2 درخواستی که دادگاه برای گرفتن نمونه DNA براش فرستاده بود رو نادیده گرفت و تو 19 اکتبر 2000 حکم بازداشت جرمی رو به دلایلی صادر کردن و دوره آزادی مشروطش در حال لغو شدن بود. اون کامیونش رو فروخت و با پولش از اوکلاهاما فرار کرد. تو جاپلین میزوری جرمی با مادر یکی از زندانیای میزوری ملاقات میکنه و بهش میگه که تحت تعقیبه. مادر زندانی هویت پسرش رو به جرمی براین جونز قرض میده و اون تبدیل شد به جان پاول چپمنی که داخل زندان بوده و از همه جا بیخبره. جرمی یا همون جان جدید به عنوان راننده تحویل محصول، کارگر ساختمونی یا هر کار دیگه‌ای که از دستش برمی اومد
تو اوکلاهاما یا حتی آتلانتا مشغول به کار شد. یه مأمور دستگیری افراد فراری در به در دنبال جرمی میگشت و برای همین جان یا همون جرمی سابق به موبایل آلاباما فرار کرد تا به عنوان کارگر مشغول به کار بشه، به این امید که از دست قانون فرار کنه و یه پولی هم گیرش بیاد. چون اون زمان تو موبایل آلاباما یه طوفانی اومده بود به اسم طوفان ایوان و خیلی از خونه ها نیاز به بازسازی داشتن. به هر حال تو موبایل آلاباما یه پیمانکار مذهبی و خیر به جان اسکان داد، ولی جان با کارایی که کرد خیلی زود از محل اسکان اخراج شد. زبون چرب جان و چهره خوبش خیلی زود یه اقامتگاه براش جور کرد، ولی همسر صاحب خونه از حضور جان عصبی میشه و جان خیلی زود دوباره به خیابون برمیگرده. آشناها و هم اتاقی‌های سابق جان حرفای خوبی در موردش نزدن. مثلا میگفتن که اون در مورد کتک زدن و تحقیر خانوما صحبت میکرد و وقتی که مواد میزد به یه هیولا تبدیل میشد. پیتر ورانسکی تو کتابش میگه قاتلای سریالی معمولاً به عنوان هیولا ازشون یاد میشه، ولی اونها هیولاهایی نیستن که از دندونشون خون میچکه یا بیماری روانی که در مورد مراسمات شیطانی خودشون با هر کسی صحبت میکنن. اتفاقاً اونا تو اکثر مواقع یه چهره خوب و موجه دارن و بعضی اوقات اونقدر جذابن که قربانی تو نگاه اول جذب اونا میشه و همین مشکل یه قاتل سریالیه، چون اون میتونه با یه چهره موجه قربانیای زیادی رو گول بزنه و اونها رو متاسفانه بکشه. به هر حال جان پال چپمن جدید تو شب هالووین سال 2002 به رستوران گیبسنز رفت، یعنی جایی که تو همون شب تو همون جا تینا میبری به قتل رسید. در کل جان پال چپمن تو محلشون یه مرد خوشتیپ و کاریزماتیک بود که تو تریلر پارک داگلاسویل جورجیا زندگی میکرد و مدام با قانون مشکل داشت. اون خودشو مرد مورد علاقه خانوما میدونست و یه آدم دائم الخمر بود که تو مستی کارای مجرمانه میکرد. جان رو چند باری گرفته بودن، از جمله برای مواد مخدر و جرایم دیگه. همسایه‌هاش اونو یه مرد ترسناک دائم الخمر معتاد توصیف کردن. اون هر بار که دستگیر میشد از انگشتش برای FBI میرفت و اونا فقط برای تطبیق با دستگیری‌های قبلی تو جورجیا از این اثر انگشت استفاده میکردن. بعدها مأمورای FBI متوجه شدن که این کارشون، یعنی سرسری کار کردنشون، یه اشتباه پرهزینه بود. یکی از همسایه‌های جان که باهاش مشروب می‌خورد و ورق بازی می‌کرد میگه یه بار به جان گفته که دعا میتونه مشکلاتش رو حل کنه و حتی به جان پیشنهاد داده که با هم دیگه دعا بخونن. جان میگه نمیتونه تو خونه دعا بخونه و از خونه بیرون میره. قربانی آمندا گرینول هم ساکن تریلر پارک بود و ظاهراً تو همون زمان به قتل رسیده. به هر حال هیچ کس نمیدونست که جان چپمن خلافکارتر از چیزیه که تو پایگاه داده FBI به عنوان سابقه‌اش ثبت شده، چون پایگاه داده اثرانگشت FBI نتونست ماهیت واقعی جان چپمن، یعنی همون هویت واقعیش که جرمی براین جونز فراری بود، رو تشخیص بده. سازمان‌های مجری قانون تو آمریکا روزانه تقریباً 50,000 تا درخواست تطبیق اثرانگشت برای پایگاه داده FBI میفرستن و این پایگاه حداقل 45 میلیون نسخه چاپی رو نگه داشته، حالا به غیر از 200 میلیون نسخه دیجیتال و اسکن شده. مثل 80% اثرانگشت‌های ارسال شده به پایگاه داده اثرانگشت ویرجینیای غربی، اثرانگشت جان پال چپمن رو هم به صورت دیجیتال و اسکن شده به این پایگاه فرستادن. گاهن ممکنه کیفیت پایین تصاویر ارسال شده باعث بروز مشکلاتی تو شناسایی هویت مجرمین بشه، مثل مشکلی که برای جان پال چپمن به وجود اومده و الان قراره داخل آزمایشگاه جنایی به این موضوع توجه کنیم و در موردش توضیح بدیم. اگر به نوک انگشتای خودتون توجه کنید، یعنی همون قسمت گوشتی که باش اجسام رو لمس میکنید، متوجه یه سری خطوط شکسته و قوسدار میشید که این خطوط شکسته و قوسدار باریک از یک سری برآمدگی و فرورفتگی تشکیل شدن که به برآمدگی ها پشته هم گفته میشه. این پشته ها نقش بسیار زیادی تو زندگی ما انسان ها ایفا میکنن. اونها باعث ایجاد اصطکاک میشن و باعث میشن که ما بتونیم لیوان آبی رو بدون اینکه از دستمون سر بخوره به راحتی برداریم. البته پشته ها چیزی فراتر از نیروی اصطکاکن. اونها باعث میشن که ما بتونیم مجرمین رو شناسایی کنیم. اما اصلا چرا ما میتونیم از اثر انگشت برای شناسایی افراد و مخصوصا مجرمین استفاده کنیم؟
این کار به 3 دلیل امکان پذیره. دلیل اول منحصر به فرد بودن اثر انگشته. اثر انگشت من با شما، پدرم، مادرم و بقیه فرق میکنه و ما به اندازه همه آدمای روی زمین اثر انگشت داریم. حتی دو قلوهایی که دی ان ای یکسان دارن اثر انگشتشون با هم دیگه متفاوته. دلیل دوم اینه که اثر انگشت ما در طول زندگیمون تغییر نمیکنه و اثر انگشت ما در 2 سالگی همون اثر انگشتیه که قراره در 60 سالگی داشته باشیم و به همین دلیل به راحتی میشه از اثر انگشت کسی که 20 سال پیش جرمی رو مرتکب شده همین امروز استفاده کرد و اونو به این جرم محکوم کرد. حالا یه سوالی پیش میاد، آیا میشه اثر انگشت رو از بین برد؟ بعضیا میگن که با روش‌هایی مثل سوزوندن انگشت یا حتی ساییدن انگشت میشه اثر انگشت رو مخدوش کرد. این کار فقط برای مدتی که زخم التیام پیدا نکرده امکان پذیره، اما بعد از اینکه زخم التیام پیدا میکنه و پوست بهبود پیدا میکنه دوباره اثر انگشت شما برمیگرده. فقط توی مواردی که یه سری زخم‌های خیلی عمیق روی پوست ایجاد میشه و به لایه‌های عمیق پوستی آسیب وارد میشه، در اون صورت اثر انگشت برای یه مدت مخدوش میشه. ولی همین زخم عمیق میتونه یه مورد استثنایی برای شناسایی مجرم باشه، چون همه که اون زخم رو ندارن. و دلیل سوم اینه که این اثر انگشت‌های زیاد رو که به اندازه آدمای روی زمینن میشه به دسته‌های کلی طبقه بندی کرد و به راحتی اونها رو از هم دیگه تشخیص داد. اثر انگشت‌ها رو میشه بر اساس شکل ظاهریشون به 3 دسته کلی تقسیم بندی کرد: قوسی، حلقه‌ای و مارپیچی. این تصویر رو قراره بغل تصویر من ببینید، چون به خاطر کیفیت داغون دوربین به نظرم جزئیات این عکس دیده نشه و خب به هر حال اینم بدبختی ماست. به هر حال اثر انگشت قوسی رو داریم که به قوسی ساده و قوسی خیمه‌ای تقسیم بندی میشه و اثر انگشت من از نوع قوسی خیمه‌ای و 5% افراد همچین اثر انگشتی دارن. 65% افراد اثر انگشتشون از نوع حلقه‌ایه که به حلقه‌ای تک حلقه و حلقه‌ای و 2 حلقه‌ای تقسیم بندی میشه که خب این خودشون هم تقسیم بر 2 زیر مجموعه میشن بر اساس نوع کشتا که به زند زبرین و زند زیرین معروفن، ولی به نظرم توضیحش از حوصله بحث خارجه. و در نهایت اثر انگشت مارپیچی رو داریم که به مارپیچی حلزونی و مارپیچی متمرکز تقسیم بندی میشن و 35% افراد همچین اثر انگشتی دارن و خب این خودش هم 4 تا زیر مجموعه داره که بازم به نظر من نیاز نیست. در همین حد بدونید برای الان کافیه. به هر حال تو دهه 1960 با افزایش تعداد اثر انگشتایی که سازمان‌های مجری قانون از مجرمین و افراد می‌گرفتن، FBI و سازمان ملی استاندارد که الان اسمش شده سازمان ملی استاندارد و تکنولوژی تصمیم گرفتن که با هم دیگه یه سیستم طراحی کنن تا با این سیستم به راحتی بشه اثر انگشت رو تشخیص داد و این سیستم معروف شد به سیستم شناسایی خودکار اثر انگشت یا همون AFIS. تو این سیستم به کمک کامپیوتر اثر انگشت‌ها رو به صورت دیجیتالی اسکن و کدگذاری میکنن و توی پایگاه داده بزرگی اونها رو ذخیره میکنن. وقتی ما یک نمونه‌ای رو به کامپیوتر میدیم، اون در کسری از ثانیه 500,000 نمونه رو بررسی میکنه و اگه 2 تا نمونه با هم دیگه منطبق باشن به اطلاع مأمور اثر انگشت این موضوع رو میرسونه و اون مأمور اثر انگشت یعنی کسی که متخصص اثر انگشته با انطباق چشمی نمونه ها سعی میکنه که متوجه بشه آیا واقعا این نمونه ها با هم دیگه منطبق هستن یا نه. دقیقاً برعکس فیلم ها که فقط کار رو به کامپیوترها میسپارن و طرف دیگه اینو نشون نمیده که دوباره نتیجه گیری نهایی با چشم انسانه نه کامپیوتر. با اینکه این کامپیوترها حتی میتونن کیفیت تصاویر گرفته شده رو بهبود ببخشن، ولی یک سری مشکلات هم دارن. یکی از این مشکلات اینه که اوایل این کامپیوترها توسط افراد مختلفی ساخته شدن که در نتیجه بعضی از اونها یا بهتر بگم بیشتر اونها کارآمد نیستن. نکته دوم اینه که همه پایگاه‌های داده اثر انگشت تو سراسر مثلا کشوری مثل آمریکا با هم دیگه یکپارچه نیستن. مثلا ممکنه پایگاه داده نیویورک اثر انگشت مجرمی رو داشته باشه که پایگاه داده شیکاگو نداره و وقتی شیکاگو میاد اثر انگشت این مجرم رو بررسی میکنه متوجه میشه که طرف مثلا تو شیکاگو سابقه نداشته چون اثر انگشتش نیست، ولی توی نیویورک سابقه داره چون اثر انگشتش هست، ولی چون این 2 تا پایگاه با هم دیگه متصل نیستن شیکاگو نمیتونه بفهمه که با یه مجرم سابقه دار طرفه. ولی به هر حال FBI داره تلاش میکنه تا همه این پایگاه‌های داده اثر انگشت رو با هم دیگه یک پارچه کنه. هرچند این کار به کمال نرسیده ولی خب تلاش‌های خوبی شکل گرفته. مشکلی که برای این پرونده به وجود اومده دقیقاً همینجاست. ما با یه مجرمی طرفیم
که یک جا مجرم بوده و سابقه دار، یک جا اصلا اسمی ازش نیست. یعنی همون جرمی برایان جونز تو اوکلاهاما یه آدم سابقه دار بوده ولی تو آلاباما سابقهشون نداشتن، یعنی اثرانگشتشون نداشتن. از طرفی کامپیوتر نتونسته نمونه خوبی رو برای انطباق به مامورا نشون بده و اونا فقط به صورت سرسری اومدن اثرانگشت این آدم قلابی رو که خودشو به جای جان پل چپمن جا زده بود، اومدن اثرانگشتش رو دقیقاً با همون فرد قبلی یعنی جان پل چپمن واقعی به صورت سرسری تطابق دادن و سوابق این آدم رو برای اون نوشتن، در حالی که جان پال چپمن داخل زندان بوده و نمیتونسته جرمی رو مرتکب بشه. کسی که داشته جرماشو مرتکب میشده جرمی برایان جونز بوده که از هویت جعلی داشته استفاده میکرده و مامورا متوجه این قضیه نشدن. به هر حال بین اکتبر سال 2003 و ژوئن سال 2004 جان پال چپمن یا همون جرمی براین جونز رو به خاطر جرایم جزئی 3 بار دستگیر کرده بودن، ولی پایگاه داده اثرانگشت FBI نتونسته بود هویت واقعی جان پال چپمن رو برملا کنه و اون هر بار از زندان آزاد شده بود و تونسته بود 4 زن دیگر رو بکشه. اولین قربانی بعد از آزادی کاترین کالینز بود که جسد چاقو خورده‌ش رو تو تاریخ 14 فوریه سال 2004 تو نیو اورلان پیدا کردن. قربانی‌های بعدی هم آمندا گرینول، پاتریس اندرس و لیزا نیکولز بودن. محققای اوکلاهاما متوجه شدن که جرمی مسئول مرگ دوریس هریس 41 ساله و همینطور دنیل اوکلی 38 ساله است. مهاجم تریلر این 2 نفر رو آتیش زد تا شواهد رو از بین ببره. جرمی براین جونز به قتل جاستین هاچینگز 19 ساله هم اعتراف کرد که ظاهراً این پسر رو با تزریق مواد کشنده کشته بود. کلاً جرمی براین جونز در ازای ملاقات با مادر یا دوست دخترش به جنایت‌ها اعتراف می‌کرد. اون به قتل آمندا گرینول، تینا میبری و همینطور پاتریس اندرسی که هنوز جسدش رو پیدا نکرده بودن اعتراف کرد، ولی فقط شواهد برای ارتباط دادن اون به قتل آمندا گرینول وجود داشت، نه 2 قتل دیگه. کم کم قتل کاترین کالینزی که جسدش رو فوریه سال 2004 پیدا کردن به پرونده پال چپمن قلابی یا همون جرمی براین جونز اضافه شد. 30 دسامبر 1999 دنی و کتی فریمن تو اوکلاهاما احتمالاً به خاطر تصفیه پول مواد به ضرب گلوله کشته شدن و قاتل خونه اونها رو آتیش زد. تو همون شب دختر 16 ساله اونها اشلی و رفیقش لورا بایبل گم شدن و جرمی براین جونز به قتل اونا هم اعتراف کرد که جسد این 2 نفر رو داخل یه تونل متعلق به یه معدن متروکه انداخته. البته اون به قتل پاتریس اندرس هم دوباره تو این مرحله اعتراف کرد و گفت که جسدش رو روی پلی تو شهر داگلاس انداخته. به هر حال بعد از اینکه جان پال چپمن رو گرفتن، اون به قتل کالینز، گرینول و نیکولز متهم شد و همچنان مظنون به قتل آندرس بود. اگه بازم جان رو به خاطر چند تا جرم جزئی میگرفتنش احتمالاً بازم آزاد میشد، ولی دیگه اتهامات قتل و تجاوز اتهامات خوبی برای نگه داشتن جان تو زندان بودن. پلیسا که هنوز متوجه نبودن با جرمی براین جونز طرفن و نه جان پال چپمن، سابقه‌شو برای تطبیق به باقی سازمان‌های مجری قانون تو ایالت‌های دیگه فرستادن. میزوری ادعا می‌کرد که جان پال چپمن با مشخصات اعلام شده از سال 1999 زندانی اونهاست. اونا عکس و اثرانگشت زندانیشون رو برای اداره پلیس تو موبایل آلاباما فرستادن، ولی نمونه‌ها با نمونه‌های مرد تازه بازداشت شده هیچ تطابقی نداشتن. حدوداً 1 هفته پلیسا تلاش کردن تا این معما رو حل کنن، تا اینکه خود مظنون به اونها یه سرنخ داد. اون چند باری تو زندان با شماره‌ای تو میامی اوکلاهاما تماس گرفت و شماره برای خانومی به اسم جین بیرد بود. یکی از کارگاه‌های شهر میامی به پلیس شهر موبایل اطلاع داد که خانم جین رو میشناسه، چون یه سری حکم معوقه در مورد پسرش به اسم جرمی براین جونز وجود داره. پلیس موبایل با تطبیق عکس‌ها و اثرانگشت جرمی با جان قلابی تایید کرد که اون جرمی براین جونز. حالا که جرمی در انتظار محاکمه برای قتل لیزا نیکولز بود،
اعتراف کرد که 8 تا زن رو که 5 تا از اونها فاحشه بودن تو متروی آتلانتا کشته. تا نوامبر تعداد قربانی‌های احتمالی جرمی که به قتلشون اعتراف می‌کرد به 13 نفر رسید و بعد این آمار به 17 و در نهایت به 21 نفر تو 5 ایالت افزایش پیدا کرد. اون میگفت فاحشه‌ها رو از کلوپ‌ها و خیابون‌های آتلانتا سوار می‌کردم و جسدشون رو تو مناطق جنگلی یا حتی یه بار از رو پل تو رودخونه انداختم. جرمی یه نقشه تقریبی از محل جنایتاش تو آلاباما، جورجیا، اوکلاهاما و کانزاس ارائه داد که به سال 1992 برمیگشتن. حبیب یزدی که به نظر میرسه یه وکیل ایرانی باشه و وکیل منصوب شده برای جرمی از طرف دادگاه بود، همه اعترافات موکلش رو تکذیب کرد و خود جرمی هم بعد از اینکه به خواستاش میرسید زیر حرفاش میزد و میگفت دروغ گفتم و من اون جنایت‌ها رو انجام ندادم. دوست دخترش ویکی فریمن که 14 سال ازش بزرگتر بود هم باور نمی‌کرد که جرمی قاتل باشه. اونا سال 2003 تو همون رستورانی که تینا میبری به قتل رسید با هم آشنا شده بودن و ظاهراً عشق در یک نگاه اونا رو به هم دیگه رسونده. البته جرمی جنبه‌های تاریکی هم داشت و چند باری ویکی رو زده بود و حتی کارشون به پلیس کشیده بود، ولی ویکی از ترس از طرح اتهام خودداری کرده بود. اونو جرمی سال 2003 به آپارتمانی نقل مکان کردن که تو اونجا جرمی یه سری آزارا به دختر 18 ساله همسایه رسونده بود. بعد از طوفان ایوان، جونز برای کار پیدا کردن به موبایل آلاباما سفر میکنه و از اونجا با خوشحالی به ویکی زنگ میزنه تا بهش بگه که کار پیدا کرده. ویکی از این موضوع خوشحال میشه و از جان میخواد تا یه خونه برای زندگی مشترکشون دست و پا کنه. جرمی یا همون جان قلابی با تلفن قربانی لیزا نیکولز به دوست دخترش زنگ زده بود، زنی که روز بعد بهش تجاوز کرده بودن، بهش شلیک کرده بودن و در نهایت جسدش رو سوزونده بودن. جرمی به روند اعتراف و پس گرفتن دوباره اونها ادامه میداد و گاهن حتی FBI رو مقصر معرفی میکرد که نتونسته هویتش رو شناسایی کنه. این رفتارهای ضد و نقیض جرمی ظاهراً مقدمه‌ای بودند برای گرفتن حکم جنون و در نتیجه تبرئه شدن از مجازات. جان داگلاس تو کتابش یه سری صحبت‌های افراطی در مورد این مدل مجرمین یعنی قاتلای سریالی میکنه. اون میگه که قاتلای سریالی آدمای گرسنه‌ای نیستن که با خوردن غذا راضی بشن و دیگه از خوردن دست بکشن. اونا میکشن چون این کار رضایتشون رو جلب میکنه، چون خوشحالشون میکنه، چون این کاره که به زندگی اونها معنا میده. و ما نمیتونیم با آوردن دلایل مسخره‌ای مثل اینکه گذشته سختی داشتن یا اینکه والدین اونها رو اذیت کردن ادعا کنیم که میتونیم این آدما رو بازپروری کنیم. از طرفی همکار داگلاس یعنی مک از مثال کیک شکلاتی استفاده میکنه. اون میگه که یک کیک شکلاتی رو تصور کنید که بو و شکل فوق‌العاده‌ای داره، ولی به محض اینکه یه مقدار از این کیک رو مصرف میکنید متوجه میشید که چقدر اشتباه کردید و این کیک چقدر طعم بدی داره. یادتون میاد که بجز وسایل کیک شما یه مقدار خیلی کوچیک گریس هم به این کیک اضافه کردید و همون مقدار کوچیک گریسه که باعث شده طعم کیک مزخرف بشه. اگر شما بتونید این گریس رو از کیک جدا کنید میتونید اونو بخورید، ولی عملاً این کار غیر ممکنه. در مورد قاتلای سریالی هم همینطوره. اونا این علایق در واقع پلیدانشون انقدر تو وجودشون فرو رفته که دیگه نمیشه از وجود اونها همچین چیزی رو گرفت و اونا به این کارشون قراره تا آخر عمرشون ادامه بدن. در واقع چیزی که ما میگیم طرف وقتی لذت یه چیزی رو چشیده دیگه ازش دست نمیکشه و این در مورد کسایی که دزدی و اختلاس هم میکنن صادقه. به هر حال جرمی تو طول محاکمش به خاطر قتل لیزا نیکولز یه بار همسایه لیزا رو به عنوان مقصر معرفی میکرد و بار دیگه میگفت اونو خودم کشتم. و وقتی که تو بدنش کلی متامفتامین بود، ویدیو بعدی حتما در مورد متامفتامینه. به هر حال وقتی تو بدنش کلی متامفتامین بود جسدش رو سوزوندم. وکیل مدافعش از دادگاه خواست جرمی رو به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم کنن و ادعا می‌کرد که موکلش به خاطر اعتیاد طولانی مدت از مشکلات روحی و عاطفی شدید رنج میبره. 26 اکتبر 2005 جرمی براین جونز رو به تجاوز جنسی، دزدی، سوء استفاده جنسی، آدمربایی و قتل لیزا نیکولز محکوم کردند. قرار بود اعدامش کنن ولی تا به امروز این حکم اجرا نشده و جرمی تو صف انتظار اعدام تو زندانی در آلاباماست.
با اینکه جسد پاتریس اندرس آرایشگر تو شهرستان دوسن ایالت جورجیا پشت کلیسایی توی منطقه جنگلی پیدا شد، ولی شواهد برای ارتباط دادن جرمی به این جنایت وجود نداشتند و اون به این جنایت متهم نشد. به هر حال ممنونم که تا به این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم که از مطالب استفاده کرده باشید.